میخوای بری سفر ارز مسافرتی میخوای؟ از من پرسیدی به چه کسایی تعلق نمیگیره؟ جواب رو از خانم حبیبی بخواید. به افراد زیر 18 سال، ایرانی‌های دو تابعیتی و افرادی با پاسپورت سیاسی یا خدمات. در ضمن سال یه بار میتونی ارز مسافرتی بگیری. چقدر بود؟ $500. تا $500. برو شو ببر. برو سفر دیگه. چی همش نشستید خونه؟ پرسیدین که چجوری میتونیم ارز مسافرتی رو دریافت کنیم؟ باشه. امکان خرید ارز حد اکثر 3 روز قبل از پروازه و از طریق اپلیکیشن بله میتونی این کار رو انجام بدی. خرید ارز از ساعت 7 صبح تا 16 هر روز. فقط جمعه ها نمیتونی ارزتو بگیری. امکان دریافت ارز از دستگاه خودپرداز داخل فرودگاه است. اون طرف گیت خروج. حالا اومدم نخوام سفر برم. نخواستی بری ارزتو میری بانک ملی درخواست میدی بهت برمیگردونن، به همین راحتی. بریم ارز بگیریم.